بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. امید که دوستان نهایت عزیز جور و صحتمند باشین در هر جای دنیا هستین. دوستان امروز در رابطه با نحوه ثبت نام گرین کارت آمریکا صحبت میکنیم که شما چطور میتونید خود شما ثبت نام کنید و نیاز نباشن که شما مراجعه کنید با کافینت و یا جای دیگه که پول اضافه دین برایش. دوستا اسناد مورد ضرورت هست هم میگیم برای شما و نحوه ثبت نام از 0 تا 100 میتونید یاد بگیرین که چطور هست و چطور خود شما میتونید از طریق لینک وارد شوید و خودتون را ثبت نام گرین کارت آمریکا کنید و نیاز نیست به کسی پول بدین. فقط کافی است اسنادهایی که مورد ضرورت هست به صورت کاملا دقیق شما میتونید تهیه کنید. بعد از تهیه کردن اسناد مورد ضرورت و از طریق لینک وارد میشید، قشنگ خودتون میتونید درست حسابی ثبت نام کنید و لازم نیست دوستان نهایت گرامی تکرار میکنم که پولی اضافی به کسی ندین. شما اگر احیانا به جای بردم هم پولی که میدین همه میره ثبت نام منه. احیانا اگر شما درست حسابی این ویدیو را تا آخر ببینید همه میره ثبت نام منه. پس بهترین گزینه هست شما اسنادی که مورد ضرورت میشه ما امروز برای شما میگم اونا رو تهیه کن و لازم نمیشه که برای کسی شما برین پول بدین. خب دوستا در قسمت نحوه ثبت نام از اونا خیلی ساده و آسان است. من میگم دوستا ثبت نام شروع کنم. اسنادی که مورد ضرورت هست، اسنادهای مورد ضرورت در قسمت ثبت نام گرین کارت آمریکا. خب عکس لازم است که عکس شما 6 ماه قبل نباشه، یعنی عکس جدید گرفته باشین. هر اون چی که میتونید عکس جدیدتر بگیرین بهتر است. و باز در قسمت سایت گرفتیم نمونای عکسایی که مثلا قابل قبول هست کدام هست و عکسایی که قابل قبول نیست اونا رو برای شما معرفی میکنیم. شما ببینید قشنگ. و نحوه فتوشاپ کردن از را دوستا، شما نحوه فتوشاپ کردن چرا من امروز در این ویدیو برای شما میگم که مثلا شما میتونید با بدون کدام فتوشاپ میتونید اندازه یا سایزش را حجمش را شما خود شما کم کنید. لازم نیست به جای مثلا برین که برای شما سایز یا حجم اینا را کم کند. فقط کافی است جایی که مورین یک عکسی سافت عکس برای خود تهیه کنید. اونا که تهیه کنید سایز و هر اونچه که مثلا بدون آرایش یا بدون فتوشاپ باشد بهتر است. لازم نیست که شما حتما برین فتوشاپ کنید یا هر کار دیگه انجام بدید روی عکسای خودتون. خب دوستا ما پرگویی زیاد نمونم، ما مستقیم در قسمت ثبت نام از اینا. خب از این قسمت دیوی لاتری 2025 من سرچ کردم. شما میتونید دیوی لاتری من لینک شد در قسمت دیسکریپشن ویدیو میگذارم. شما میتونید از قسمت دیسکریپشن و لینک ویدیو را میتونید استفاده کنید. خب دوستان ببینیم این هم که از سایت رسمی دیوی لاتری امریکا هست. شما از طریق یونایتد استیت دیپارتمنت آف استیت گاورمنت. خب این قسمت من روی از زمانی که کلید میکنم میریم به همچین صفحه. زمانی که شما وارد این صفحه میشین اولی که میگه ویلکام خوش آمدید نیز قسمت الکترونیکال دیزیرویتی ویزا پروگرام. خب یک پروگرام شکسته مثلا برای شما معرفی مونه کامل انگلیسی. اگر یاد داشتین حتما اینا رو بخونید. دانه با دانه برای شما توضیح داده که مثلا چی کاری باید انجام بدید و چطور میتونید شما چک کنید زمانی که خودتون ثبت نام کنید و چطور شما میتونید اپلای کنید. خب قسمت اینا دیوی 2025 این سرکشن چرا معلومات کرده. فوتو اگزامپل نمونه اولین کاری کردن این قسمت نمونه مثالی از عکس آورده برای شما. اول عکس آورده ما میریم مستقیم روی عکس کلید میکنیم. نمونه عکس دیوی لاتری شما اول چک مونید میبینید. بعد از دیدن از این وارد ثبت نام دیوی لاتری. خب اینجا نمونه شرح آورده که مثلا نمونه که شما بخواید درست بشه کدام از این هست. شما میتونید حتی عکسی که دارید میتونید از قسمت فوتو اگزامپل میتونید خودتون شما چک کنید. این قسمت فوتو تولز بزنید و در این قسمت میتونید مو عکس ها چک کنید آیا مورد قابل قبول این سایت هست یا نیست. شما میتونید اون چک کنید. خب دوستان این نمونه های نشان داده مثل این یکی گفته درست است، این یکی درست است، این یکی درست است، این یکی درست است. خب اینایی که مثلا گفته چه حالاتایی باشه قسمت کلاسیس از سایز چرا ورده، رزولوشن چرا ورده، قسمت دیجیتال چرا ورده، تمام از بک‌گراند حتی چیلدرینگ همه از اینا رو مشخص کرده که شما مثلا چه حالات باشین که عکس مورد نظر شما قبول شوه.
در این یکی برای ثبت نام دیولاتری. خب دوستان این قسمت یکی را مثلا کمرنگ گرفته، اینا رو قبول نمیشه. خب تیره خیلی تاریک آمده، شاید درستابی نیامده، روشن نیست، باز قبول نیست. یا مثلا یک رنگی مختلف عجیب غریب دیگه گرفته، این مثلا مثل یکی عینک در قبول نمیشه. یا مثلا سایه میاد پشت زمین شما، اونا قبول نیست دوستا. در قسمت عکس خیلی جدی باشین، چون عکس خیلی در قسمت دیولاتری یک از مهمترین اساس‌ترین بخشش یعنی عکس است. که شما عکسی که میخواید اونجا آپلود کنید، یعنی عکس شما باید خیلی هم شفاف باشد، هم ساده باشد، هم اندازش مشخص باشه که از کدام قسمت باشه، یعنی صاف کامرا باشین شما. یکی زیاد تاریک نباشه، یا بک‌گراند چون زیاد فرق نکنه، یک بک‌گراند سفید باید داشته باشه، بک‌گراند مختلف دیگه مثل آبی، قرمز یا سرخ، اونا را قبول نمونه برای شما. حتما در قسمت بک‌گراند جدی باشین و در قسمت این که شما آیا از عینک یا کلاه اینا استفاده کنید حتما قبول نمونه. در قسمتی چی بخواید شما کلاه استفاده کنید یا چی بخواید شما عینک استفاده کنید، اینا را دوستان قابل قبولی سایت نیست. پس از قسمت فوتو تولز میتونید چک کنید که آیا مثلا عکس شما میگیرید قبول هست یا نیست. شما مثلا من میم نمونه از قسمت شما میتونید از قسمت فوتو تولز انتخاب کنید، عکس مورد انتخاب، عکس موردی علاقه خود را مثلا برین از داخل گالری خود انتخاب کنید، قسمت فوتو تولز قشنگ میتونید اینا چک کنید. خب دوستان در قسمت تا اینا لود میشد یک اندازه طول میکشه. خب دوستان من در قسمت تا که این طول میکشه قسمت انتری فرام، قسمت بیگنر انتری شروع کن. دوستان زمانی که مثلا شما وقتی که اعلان میشه میخواید برید چک کنید، این قسمت چک استاتس نوشته، روی چک میزنید، همون بارکد اصلی کانفرمیشن نمبر با همراه تاریخ تولد و اسم خود شما میزنید، یک کد پیش‌فرض هم اون میزنید، باز چک میدید از قسمت آیا قبول شدید یا نشدید. خب قسمت بیگنر انتری میزنم. بیگنر انتری یعنی شروع کار است که برای ثبت نام شما اپلای میخواید بکنید. در این قسمت مثلا برای شروع کار انتر. خب دوستا زمانی که روی بیگنر انتری زدیم این صفحه این کد حتما بزن که وارد اصل جزئیات شوید. خب من این کد حتما بزنید تا مرحله بعدی بریم. من را ثبت منم مرحله بعدی مرم. خب دوستا در مرحله بعدی تمام مشخصات دوستا در قسمت ثبت نام ازی فکر کنم ظرفیت محدود وقت میده، حداقل 15 دقیقه بیشتر شما طول نکشه. اگر طول بکشه مجبورین دوباره این مراحل رو طی کنید. پس بهتر است وقتی که تمام اسناد جمع آوری مونید سریع برین خودتون شما ثبت نام کنید. دیگه نیاز نیست شما مثلا برید وسطی کار خو مکس کنید یا بیرون برید بین دیر بین کار کنید. دیگه دوستا بعد از 15 دقیقه دوباره اکسپایر میشه، دوباره مگه مرحله اول برید دوباره شروع کنید. خب دوستا در قسمت اول نیم لاست نیم. خب لاست نیم خورد انتخاب کنید. لاست نیم شما چیه؟ احمدی مثلا من گفتم احمدی. خب فرست نیم شما چی است؟ احمد. خب مدل نیم داریم من ندارم. خب ما مدل نیم نداریم، احمد تگ نام است، نیاز به مدل نیم نیست، بس نباشه نو مدل نیم بزنیم. خب جندر جنسیت چرا انتخاب کنیم؟ میل یا فیمیل، زن است مرد. خب مشخص کنیم. قسمت دیتا دوستا در قسمت برتی این تاریخ تولد از مهم است که شما مثلا من میگم 01 08 مثلا 1999 این تاریخ تولد چه هست دوستان؟ مثل از دی روز شما مشخص کنید، مونت ماه چندم هست مشخص کنید، مثلا از ماه چند است، روزی چند است و سالی چند است. دوستان در قسمت بعدی مثلا گفت سیتی ویر یور بورن، کشور یا مثلا اون شهر که شما به دنیا آمدید کجا هست. مثلا دل پاسپورت شما نوشته است که شما از کدام ولایت هستید. فرض بگیریم از ولایت هرات یا از ولایت کابل یا از ولایت غور، هر اون ولایتی دایکندی، هر اون ولایتی که باشین مثلا شما میتونید دوستان اون ولایت خود بنویسین روی پاسپورت شما نوشته است طبق پاسپورت یا تذکره خوب کنید. حتما دوستان مشخصات خود. خب ما دایکندی نوشته کردیم. country we are urban، کشوری که شما
با اون متولد شده. مثلا مربوط کنم کشور هستین، خب ما کشور افغانستان هستیم، می از اینجا انتخاب میده. تمام کشور هست دوستان میتونه کسایی که مثلا از کشور هست انتخاب کنه. خب افغانستان ما انتخاب میدیم. خب دوستا کشورهایی که مثلا اگر تو پناهندگی کشور دیگه داشته باشه یا کشور دومی انتخاب کرده باشید، اگر نو بزنیم مثلا اینا مشخص میشه مثلا در کدام کشور تو الان برای فعلا حضور داره. خب ما اقامه کشور دومی ندارم، میگم اصلا نیاز نیست. من این قسمت هم مثال زده شما باید معلومات کامل بگیرین درباره شی. خب لازم برین نیست دیگه. مثلا ما بخوام اگر احیانا یک کسی مثلا در کشور دیگه زندگی میکنه، مثلا در یک کشوری که مثلا تو یک شهروندی دومی رو دارید، میتونید از این نور بزنید قسمت کشور انتخاب کنید. خب دوستامون نداریم، نه لازم نیست. اگر کسایی هست میتونه از این استفاده کنند. خب هر کی از اینا استفاده میکند. در قسمت دوستان این قسمت دوباره لینک فوتو اینستراکشن فوتو اگزامپل پیج. خب قسمت مثال دوباره از قسمت فوتو اگزامپل گفتم. میتونید شما نمونه عکسایی که مثلا برای لاتری لازم هست شما میتونید مگه اینجا کلیک کنید برد چک کنید. من دوستا در قسمت فوتو تول سوردم، این قسمت آمده چوز فوتو. زمان چوز فوتو رو انتخاب کنید، چوز فوتو رو انتخاب کنید. مثلا این قسمت دیدی برای فعلا اکسپت پروسس، یعنی عکس ما قابل قبول اینا هست. شما میتونید دوستا عکس خود بین از اینجا چک کنید. این قسمت قشنگ عکس خود چک کنید. مثلا این عکسی که از ما هست الان برای فعلا مورد قبول اینا هست. اگر نباشه مثلا فرض بگین یکی ببین در قسمت از اینا میگه یه اندازه بریش مایه لازم نیست یا کراپ کنید و در قسمت اکسپت اینا رو قبول نمیده. دوستا هر اون اندازه که مثلا شما عکس رو بخواید از اینجا بین عکس ها رو انتخاب کنید. عکسایی که مثلا لازم هست یا مثلا لازم است که شما اینا رو اکسپت کنید یا قبول هست نیست، شما میتونید از اینجا چک کنید. خب در قسمت بعدی موریم ادامه شی. ما چوز نیو فوتو رو انتخاب کنم. یک عکس مثلا شما میتونید از اینجا انتخاب کنید برای خودتون. من برای فعلا یک عکس انتخاب کنم. خب میام از اینجا یک عکس انتخاب کنم. خب دوستا برای فعلا اگر عکس من اینا انتخاب کنم هم برایش ایرور میده و حتما دیگه سایز اینا مشخص نیست. من پس دوباره این عکس انتخاب کنم که مناسبه برای ثبت نام لاتری ما اینا مخصوص گرفته بودیم. خب دوستا در قسمت آدرس دهی است این کار اپیشن. این خب یک اپیشن پیش‌فرض است که لازم هم نیست که شما اصلا پر کنید. آدرس اولی خود مثلا ما بریم هرات افغانستان پلاک مثلا سرک 12 پلاک 22. خب آدرس لینک دو هم داری نداری، من دوباره همین است. یا پر کنید نکنید هیچ مهم نیست. زیاد یک آدرس بدین هم اوکی است. سیتی شهر که در اون زندگی میکنیم، من مثلا برای فعلا میگم هرات زندگی میکنم. دیستریکت بازم پروینس ولایت کجا هستی؟ هرات هستیم. پستال کد دارد 3001 است. دوستا در قسمت چی برین سرچ کنید پستال کد های همه چی ولایت ها ذکر است که شما مثلا هر اون ولایت که میخواید پر کنید باز پستال کد حتما داره دیگه. اگر نداشت مثلا نو پستال کد اصلا لازم نیست. کشوری که زندگی منی افغانستان هستم، زندگی منم کانتری. در قسمت کانتری جای کشوری که مثلا فعلا تو زندگی من کجا هستم، مثلا من بازم دوباره افغانستان زندگی منم جای دیگه نیست. اگر شما ایران پاکستان یا جای دیگه زندگی میکنید میتونید از اینجا انتخاب کنید و اون کشور هستیم. فون نمبر خود انتخاب کنید. من یک فون نمبر خود انتخاب کردم. شما میتونید دوستا فون نمبر اینجا اضافه کنید. در قسمت ایمیل آدرس دوستا ایمیل آدرس که اول انتخاب کنید. ایمیل آدرس کانفرمیشن نمبر هم دوباره کانفرم کنید چون ایمیل شما تایید رسمی شد. در قسمت از شما میتونید دوستا از قسمت کانفرمیشن نمبر شر بزنید. دوستا در قسمت ایژوکیشن خود مشخص کرده دیگه. پرایمری اسکول اونلی تنها شما سطح ابتدایی است، های اسکول است، های اسکول ویکیشن، سام یونیورسیتی دیگری یا سام گریجویتد ماستر دیگری، همه از اینا دوستا هست دیگه. شما نظر به چیزی که هستی، مثلا فرض من یونیورسیتی دیگری یا لیسانس هستم، مثلا قسمت یونیورسیتی دیگری رو انتخاب کنم. شما دوستا در قسمت از پرایمری اسکول یا های اسکول هر اون چیزی که هستین انتخاب کنید دیگه. از این قسمت سطح تحصیلی خود انتخاب کنید. در قسمت بعدی دوستا کسایی که مجرد هستین متأهل هستین میتونن تمام اینا، مثلا اگر آن مرید بگیم من مجرد هستم برای فعلا،
خب میتونی از اینجا انتخاب کنید، یا مثلا متأهل هستین دوستا در قسمت از این مشخص کرده که نات سیتیزن، شما شهروندی کشور دیگه را دارین یا ندارین. اینا را حتما با دقت متوجه باشین که زمانی میزنین مرید پاس مثلا ما متأهل هستم اما شهروندی کدام کشور دیگه ندارم از اینا، یا مثلا شما بیوه هستین دیگه هستین، هر اون چیزی که لازم باشه اینجا ذکر کرده. شما میتونید طبق از اینا مشخص کنید دوستا. بعد از مرحله بعدی اگر فامیلی ثبت نام کرده باشید، از اینجا که مثلا مرید انتخاب میکنید، زمانی که مرید شما انتخاب کنید اینجا می در قسمت از اینا تعداد فرزنده خود ذکر میدیم، مثلا چند تا فرزند داریم، 5 تا فرزند داریم، اما 4 تا یا 5 تا فرزندی که داریم، 5 تا فرزند باز کانتینیو میذارید، ادامهش میذارید. دو عین شکل این یکی مثلا شما میتونید فامیلی پر کنید برای خود، شبیه این یک فامیلی مثلا، و هر شخص یک عکس لازم است، چی بزرگ چی کوچک فرقی نمونه. بعد تمام مشخصات رو شما باید ذکر کنید برای پسر و دختر هم مگیشی. بعد از مرحله آخر سبمیت هست. من برای فعلا کانتینیو نمیزنم، یا مثلا قسمت کانتینیو بزنم مرحله بعدی میگه چک. و بعد از چک کردن مثلا اگه ما او تعداد فرزندان رو ذکر کنم دوستا، در قسمت فامیلی من یک ویدیو دیگه هم دوباره میگذارم، ولی این روز من فردی یا تک فردی مثلا ثبت نام کردیم، یک نفره بخواد ثبت نام کنه و چه حالا ثبت نام کنه. خب دوستا اینا رو زمانی که من سلام زدم کانتینیو رو میزنم، دوباره کانتینیو میزنم. مرحله بعدی برای فعلا تا لود شوه. دوستا شما میتونید خیلی هم راحت خوب آسان و ساده میتونید خودتون ثبت نام کنید و لازم نمیشه که برای جای کسی شما برین پول در بدل ثبت نامی لاتری بدین. خب دوستا این رو با دقت نگاه کن، قشنگ میتونید خودتون ثبت نام کنید. خب دوستا من برای فعلا از من مرحله بعدی اینترنت ضعیف بودن برگشتن، شما میتونید در مرحله سبمیتش دوباره میاد یک چک کنید و سبمیت آخری رو بزنید دیگه تمام هست. قسمت من برای فعلا تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار همه‌تان عزیزان.